انگار مثلا با کارت زده بودن تو قلبم، صدا نداشت. اینم همیشه از اون موقع اولین کاری که میکنم اینه که یه نگاه کنم اونم صدا داره یا نه. خب نگاه کن، متا آنالیزت که تموم شد، خب این درباره اینترپریتیشن ریزالتش. خب یا دیگه رفته چرا؟ نه این نگاه کن، این عددا رو بیا با هم دیگه ببینیم چیه. حالا این ایونت پر ایونت یا هر چیز دیگه ای که میخواد باشه، اینه که اینجا یه توتال ایونت بهت میده که 89 و 50. این صرفا جمع شد، تقریبا جمع شده این کلته، هیچ چیز خاصی نداره. پایین این ساب توتال 95% کانفیدنس اینتروال، این تهش این آدز ریشیو متا آنالیز اینجاست 0.73 که کانفیدنسش از 0.48 تا 1.13. تست فور اوورال افکت، این پی ولیو افکتته، یعنی میبینی آقا مثلا کنترلم با اکسپریمنت هم فرق داشت یا نه، سایزم فرق داشت یا نه، هر چیزی که هست فرق داشت از نظر آماری یا نه. خب بالاییش تست هتروژنسیتیه. خب هتروژنسیتی این پی ولیو که بهت میده، این پی ولیوش معنی داره، یعنی هتروژنسیتی دارد. آیه تو هم خیلی مهمه نگاه کنی. آیه تو مثلا 50 تا بالای 70 خیلی زیاده هتروژنسیتی، بهت میگم یعنی چی. 70 تا 50 40 اینا متوسط، پایین 40 کمه، زیر 10 هم که یعنی هتروژنسیتی نیست. خیلی سوپر 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 مهمه اینجا. خب شما یه موقعی هست پی ولیوت معنیدار نیست توی متا، خب متای افکتت معنیدار نیستش، یعنی اینکه دو حالت بیشتر نداره، یا تعداد مطالعات کمه، خب یا تعداد مطالعات کمه که اون معنیدار نشده، یعنی اگه دو مطالعه دیگه چاپ شه پی ولیوت معنیدار میشه، یا اینکه آقا واقعا معنیدار نیستش. خب انشالله که دارن درست میگم، خب امیدوارم که درست بگم. وقتی که هتروژنسیتی خیلی زیاده، خب و پی ولیو افکتت معنیدار نیست، احتمال بیشتری هست که تعداد مقاله‌ای که بیاد، یعنی باید یه تعداد مقاله خوبی بیاد تا بفهمیم که مثلا چرا اینجوریه. این یه حالتشه، وقتی هتروژنسیتی زیاده پی ولیو معنیدار نیست. یه حالتت اینه که یک وریبل پنهانی این هتروژنسیتی تو ایجاد کرده. این دوتا حالتشه، بعد اینا رو بیشتر توضیح میدم. اگه پی ولیوت معنیدار نیست و هتروژنسیتیت 10 تاست و تقریبا خود کاترین نوشته 10 مقاله، یعنی از 10 مقاله به بالاتر تقریبا خیلی خوبه. ما اصولا نداریم 10 تا مقاله. اگه 6 تا مقاله داری، هتروژنسیتیت کمه و پی ولیوت معنیدار نیست، قطعاً معنی وجود نداره در اون اینترونشن. تو همیشه داری دو تا گروه مقایسه میکنی دیگه. این حرفایی که میزنم برای متانالیز مقایسه، این یعنی اثبات کننده اینه که آقا این دارو اثر نداره. ولی اینا همه وقتی پی ولیو معنیدار نیست، بیشتر روی اکسپرتیز خودت از فهمیدن این چیزاست. خب به خاطر اینکه پی ولیو معنیدار نیست، واقعا اینکه واقعا مطالعه بعدی بیاد اثردار میشه یا نه بسته به تعداد مطالعات داره، مطالعه که انجام شده، و همین الان اون قرار وقتی پی ولیو معنیدار نیست، زمین یه چیزی یه جایی این آدز ریشیو یا اون افکت هر چیزی که هست، اینا دیگه یه سری میگم احتمالاتیه. بریم سراغ بحث اصلی. خب بحث اصلی وقتیه که پی ولیو معنیدار هست، فرقی نداره به کدوم سمت دیگه، به یه طرفی معنی داره. تو این حالت هم باز دوباره هتروژنسیتی یا کمه یا زیاده. اگه هتروژنسیتی کمه، پی ولیوت هم معنی داره، یعنی آقا حرف اثبات شد تمام. مثلا پیپرهای بعدی رو این حداقل تو این کانتکست نباید بیاد، همیشه هم یاد باشه کانتکست هم ببین تو ریسرچ، یعنی آقا تمام مطالعه الان ما نگاه کن تو آمریکا و آلمان و کانادا و اینا دیگه، تو آمریکا و آلمان و کانادا و اینجور جاها نیازی نیست بیان ریسرچ کنن روی این، چون هتروژنسیتی کمه، پی ولیو معنی داره، مثلا دیگه تقریبا به نقطه‌ای رسیدیم که بالاترین سطح اوییدنس دیگه، میگه آقا این دارو رو بدید به من. اگر
پی ولیوت معنی داره هتروژنسیتی زیاده دو حالت باز داره. اولیش مهمترش اینه که یه سورس آف هتروژنسیتی وجود داره که برای این میایم آنالیز کوورییت میکنیم. اوکی، واسه اینکه بفهمیم چیه این سورس مثلا میایم ساب گروپ آنالیز میکنیم، آنالیزهای سورس آف هتروژنسیتی پیدا کردن. هم کوورییت میتونی بذاری توی مدلت، هم میتونی متا رگرشن میکنی. مثلا میای متا رگرشن اینجوریه که همین مثلا هازارد ریشیویی که در آورد دیگه عدد دیگه میای بر حسب مین ایج مثلا یه متا رگرشن میکشی. مثلا میگی مین ایج مطالعه اینجا هازاردش اینجاست، مین اون اینجاست، مین اینجاست، میشه متا رگرشن. یا ساب گروپ آنالیز واسه چیزای کاتگوریکالت میشه. اینم از این. احتمال دومت هم اینه که مطالعات کمه. مطالعه کم یعنی تو متا آنالیز یعنی زیر 6 تا 7 تا 5 تا دیگه واقعا کم. مطالعه خوب یعنی بالای 10 تا مطالعه برای متا، برای هر متا. زیر 3 تا که واقعا خیلی دیگه کمه. صرفا اینجا نشون میده، نگاه کن، من الان اینجا با یه مطالعه هم یه چیزی بهم نشون داده. بحث کمه یعنی تو نمیتونی روش بحث کنی. وقتی هتروژنسیتی زیاده و پی ولیوت معنی داره. اگه سورس آف هتروژنسیتی رو پیدا کردی میگی مطالعه من اینو پیدا کرد با هتروژنسیتی زیاد، احتمالاً سورس آف بایاس اینه. خب این تو حرف زدنت نمیتونی کانکلوژن سگ بکنی، نمیتونی بگی قطعاً این دارو اثر داره. این چیزیه که تو من تمام سیستماتیکایی که داوری میکنم همشون این ایگو دارن. وقتی هتروژنسیتی زیاده نمیتونی کانکلوژن سفت بکنی حتی اگه 20 تا مقاله داشته باشی، مگر اینکه سورس آف هتروژنسیتی رو نشون بدی. اگه سورس آف هتروژنسیتی رو نشون ندی یعنی مطالعه کمه. و من توی متا آنالیز اینو به چشم دیدم، یک مقاله رو پیدا نکرده بودیم، اضافه کردیم، تمام پی ولیومون عوض شد. به خاطر اینکه استادی پاپولیشن سایز زیاد داشت. همه مثلا یه چیزی که پی ولیو من داشت. سلام نرگس، ممنون که دهن ما رو سرویس کردی. تو که این فیلم رو نمیبینی ولی نگاه کن، خنده دارترین سیستماتیک من سیستماتیکی بود که متاشو معین کرد، نرگس کارشو میکرد که الان نرگس با هم کار میکنه توی جای مختلف. بعد نگاه کن به من گفت فقط دیسکاشن بنویس. گفتم من تایتلشو خیلی دوست دارم، قبلا هم روی چاقی کار کردم، بده مینویسم. نگاه کن 4 ورژن دیسکاشن برش دارم. یه بار گفتم چاقی رو سرطان گستریک اثر نداره، یه بار گفتم بی‌معنیه، یه بار گفتم اثر داره. یعنی کاملا نشون میده که دیسکاشن فقط سنبل کردن ریزالت واسه ماها حداقل، واسه من حداقل. ولی خیلی مطالعه‌جویی. نگاه کن من 3 جهت فایندینگ یه بار تو یه مقاله دیسکاشن نمی‌کنم. هنرمندی واقعا این منظر. همین دیگه. این آنالیز این خیلی این مهمترین چیزی بود که درباره این که بدونی این هتروژنسیتی چیه. پابلیکیشن بایاس چیه؟ پابلیکیشن بایاس اگه داشته باشی دوباره میزانی که میتونی حرف بزنی روی کانکلوژن کمتر میشه. این هم باز دوباره تست آماری داره، ولی اگه نخوای تست آماریشو کنی میتونی نگاه کنی ببینی سیمتریکال هست یا نیست. به وضوح میبینی که اصلا به چشم همینجوری نگاه کنی میفهمی که پی دک و پی نت فرق دارن. احتمالاً پی ولی این برای مطالعه‌ای که ساب گروپ بعدن اضافه میکنیم. اینجا هم تست فور ساب گروپ دیفرنس داره که اینجا پی ولیوش چند شده؟ 0.002. چشمی هم نگاه کنی مشخصه که متفاوته. آخرین چیزی هم که بهت بگم، شما این نمیدونم تا حالا رفتید یا نه، تو این پراپرتیز هم خیلی چیزهای باحالی پیدا میکنی. میری آنالیز متد و اینا تو میتونی اینجا میتونی یه سری سواب ایونت انان ایونت کنی که خودش جابجا شه دیگه. مثلا مجبور نشی همه عدداتو برعکس کنی اگه یه موقع خاصی کار کنی. و میتونی لیبلا رو مثلا سورت کنی، کارهای مختلف کنی. توی اسمش چیه، آنالیزای دیاگنوستیک استادی اگه کسی خواست بکنه
پراپرتیز یه سری چیزایی هست که باید چک کنه، اینجا میتونه ببینه بعدن. حالا اینجا چون الان نیستش من نمیتونم نشون بدم. این یه چیز دیگه این که شما اینجا فوتنوت هم میتونی اضافه کنی دیگه. اینو صرفا برای بقیه گفتن پایین چیزای خارج از اد کردن استادیوم هاست. چیز دیگه من از این بلد نیستم بگم. آها این آخر بذار کوورییت هم تو این ویدیوه شده پیدا کنم که راحت بمیرم. خب احتمالا کوورییت نداریم به خاطر اینکه بنده اینجا اد آدکام کانتینیوس فینیش بزنم. چرا من نمیتونم این اد کوورییت کنم؟ این کوورییت داره بذار پازم نکنم دیگه. آیا آدمو بدونین که منم همینجوری یاد میگیرم. این یه کوورییت داره. خدا اد کامپریزن اد آدکام نه چرا تو اون داشت تو این نداره؟ شاید دایگنوستیک استادیاش فقط کوورییت داره. بتونم بود یه چک بدم. این یه اد کوورییت داره که اونم خیلی به درد میخوره. میدونم کوورییتش کجاست ولی خب یه جایی داره. درست شد که فکر کنم اینم درست شد. ایدیو کرایتریا داره؟ آن درست کردی؟ نه یه چیز دیگه که درست شد الان اینه که اینم آنالیز تو اینجوری استادیاتو اد میکنی فکر کنم، چون همچین شکلی دیدم اول. نه نمیدونم. خب اینو چجوری باید متا میره کرد؟ نمیدونم کجا رفتی. لحظه اینو دارم تست میکنم ببینم آنالیز یه گروه تو این میشه کرده نه. خب نمیشه من هیتینگامو کم کنم واقعا. کالمزم دوتا میخوام ببینم آنالیز یه طرفه هم میشه کرد که نه، چون یه چیز نه نیست. نمیدونم. این برای اینه که آنالیز اونا رو تو این تیبل کنم. من نمیدونستم. خب من الان دوتا چیز تو این سوال خودمه. یکیش کوورییتر رو که دیدم مطمئنم هست از کجا باید پیدا کنم. شاید هم کوورییت برای دایگنوستیک تست اکورسیه فقط. الان میفهم. آره اینها کوورییت بچه ها فقط برای چیز میتونیم اینجا دیفاین کنیم، برای دایگنوستیک تست اکورسی. این از کوورییت که حل شد. منتها نمیدونم پس چرا مودریتور افکت رو من تو این چجوری میتونم بسنجم و نمیدونم. تو CMA به راحتی میتونی این کار بکنی. تو CMA همونجوری که مثلا دو تا ستون ایونت توتال کیس، دو تا ستون مثلا ایونت توتال کنترل یا هر آدکامی که داری رو دیفاین میکنی یه ستون میتونی اضافه کنی و بعد خیلی راحت
اینجا میایم insert column 4 effect size مثلا بعد این یه گروهش اینجاست دیگه، نگاه کن estimate of means proportional rates in one group at one time. این آنالیز یک گروه هست، یعنی مثلا میخوای پریوالنس ها رو تو یه گروه بدونی. خب الان دارم ویدیو هم میگیرم، میگی 0 و 1 دیتات ایونت پر ایونتیه، کانتینیوس یا ریت. ریت منظور این از ریت های کوهورته، ما که مثلا میگه 1000% year. خب این اونجوری نیستش. میایم توی دیکتوموس، میام ایونت و سامپل، مثلا میگه چی میخوای وارد کنی، من میگم ایونت و سامپل سایز، میگه اوکی. بعد دوباره میام تو اینسرت کالم 4 استادی نیم، اینجا استادی نیمامو میزنم، اینجا میام مثلا میزنم 20 نفر از 160 نفر با سی تی اسکن تشخیص داده شدن، 15 نفر از 100 نفر با سی تی، 20 نفر از میدونم 2 نفر سی تی، مثلا 30 نفر از 40 نفر با سی تی. بعد میام ران آنالیز رو میزنم. نگاه کن این متا آنالیز یه طرف است. این به من میگه که طبق این متا آنالیز من 20 طبق این آنالیز من اینجا به هم میگه که مثلا 24.9% آدما با سی تی اسکن تشخیص داده شدن، یعنی بین 20 تا 31% مودالیته اینسیدنتال تشخیص دادن سی تی با تشخیص اینسیدنتال پانکراس با سی تی بوده. اوکی؟ اینو فهمیدی؟ این آنالیز یه طرف، این یه طرف. کجا رفتم ران آنالیزو که زدم، این های رزولوشن رو که بزنی لطف اگه میخوای با این شکل بکشی توی همینجا، توی خود همینجا این شکل ها رو درست کن. این یه راهیه که من بعداً یاد گرفتم. نگاه کن میتونی همه چیشو بزرگ و کوچیک کنی، خطاشو اضافه کم کنی، فونتاشو عوض کنی. خیلی راحت تر از اینه که ببری توی مثلا چیز. این همه چیشو میشه عوض کنی. میدونستی اینو؟ نه. از این بالا میتونی همه اینا رو عوض کنی به جای اینکه ببری توی مثلا یه اپ دیگه ای بعد دهنت هم سرویس شه، کاری که من قبلا میکردم. میریم توی نکست تیبل. این رندوم افکت رو همیشه نگاه میکنیم دیگه. این افکت سایز رو نشون میده. پی ولیمون اینجا خیلی معنی خاصی برامون پیدا نمیکنه اصولا، ولی هتروژنسیتیمون معنی داره مثل قبل. پی ولیوش 0 یعنی اینکه هتروژنسیتی وجود داره دیگه کاملا. آی اسکوئردش هم 95 یعنی خیلی زیاد وجود داره. اوکی؟ فقط رندوم و فیکس رو چیز میکنی؟ آره نگاه کن خوبی سی ام اینه که چند تا آنالیز داره که اون نداره، بعدم خیلی راحت تر. رندوم و فیکس نگاه کن بحث آماریه، همه رو ما رندوم میذاریم مگر اینکه واقعا بدونیم این چیزه چی بود؟ اینجا رندوم فیکس رو نوشته بود. این پایین رندوم دو تا مدل رو مینویسه. نگاه کن این پایین رو نگاه کن، رندوم میتونم بذارم فیکس یا بود، میذارم رو رندوم. اینجا هم میتونم تازه سری ویت هم اضافه کنم. همیشه تو متاهات ویت اضافه کن. خب رزیجوال رو نمیخواد اضافه کنیم. ویت یعنی اینکه این چقدر به این مطالعه وزن داده. اوکی؟ خیلی این مهمه تو گزارش که میخوای بکنی. بعدم وقتی اینو اضافه کنی بزنی های رزولوشن پلات، اینجا برات ریلیتیو ویت میاره. دیدی؟ ریترن تو تیبل رو بزنم. این آموزش بسیار زیادی سریع. تا امیدوارم نیاد بیرون. این الان میتونی افکت میجر تو تغییر بدی دیگه، نوع ریپورتشو. بعد دیگه چی بذار بگم بهت، این رندوم و فیکسه دیگه. رندوم تو پایین رو نگاه میکنی، هتروژنسیتی هم که اینجاست. بریم next table، بریم چیز. این پایین رو نگاه کن، این بیسیک استاتیز وان استادی ریموو، به این میگن آنالیز سنسیتیویتی. واسه همینه که سی ام ای و همه بچه‌ها برای متاانالیز استفاده میکنن. اون خیلی شکلای خوشگل تری بهت میده، ولی بهتره با این کاملش کنی. اگه خیلی اوسیدی و پیپرت خیلی خوبه. وان استادی ریموو میگه اگه استادی اول ریموو بشه اون ستای دیگه اینجاست. اگه دومی ریموو بشه
ستای دیگه اینجاست. اگه سومی استادی انجام نمیشد اینجاست، اگه این انجام نمیشد اینجاست، کلش هم که اینجاست. این هم فهمیدی؟ این میگن سنسیتیویتی آنالیز. اگر یه موقع دیدی معنی دار شه، یعنی یه مطالعه باشه که کانفیدنسش این وسط رو، مثلا این صفره رو به مثلا میگن این نگاه کن این بازته. خب از این بازت مثلا ممکنه بذار یه عکس بگیرم، سخت توضیح ندم. بالاخره دارم ویدیو متاآنالیز رو با این استارت می‌زنم، تا قبلش باید اد کردن چیز رو اضافه کنم اولش. نگاه کن این چیز اصلی مونه دیگه. خب اگه یه مطالعه دیدی اینجوری بود مثلا، یعنی میبینی این دوتا با هم دیگه تقاطع نداشت. این یعنی یک مطالعه داری که خیلی با بقیه فرق داره و اینو باید توجیه کنی. اگه توجیه نتونی بکنی یا اگه واقعا میبینی که این مطالعه پرته، مثلا میری میبینی آقا همه پیدک بینت اینسیدنتال رو یه جور پیدا کردنی، مثلا یه جور دیگه پیدا کرده، مثلا رفته توی اسپشیال پاپولیشن سیتی کرده، یا یه چیزی داره که بابا اینو نمیتونی با بقیه متا کنی، با از متاآنالیز این مطالعه رو حذف کنی. به خاطر اینکه همگنی احتمال اگه سورسی پیدا کردی که این مطالعه با بقیه فرق عمده‌ای داشت، مثلا می‌بینی این پینت و پیدکن، این رفته یه نوع نادر مثلا سرطان رو پیدا کرده، خب اینو بعد حذف کنی. این میگن سنسیتیویتی آنالیز. بعدیش کومولیتیو آنالیز. حالا یه دونه کومولیتیو که این نمیتونه انجام بده، زمان میخواد. آره این الان به زمان اضافه کنم بهت بگم چیه. میام دوباره تو اینزرت تو کالم فور نگاه کن، اینجا میتونی بعدن کامپریزن، الان کامپریزن هم اضافه میکنم که خیلی خوشحال شیم. تایم پوینت سالشونه 20 2019 2021 مثلا 2022. من خیلی جالب تر شده میذارم. خب میام حالا دوباره ران آنالیز، تو رو خدا نپر بیرون نپری. میام کومولیتیو بر حسب زمان میگه آقا ممکنه که آقا تو طول مطالعه سنگین مثلا مطالعه از 2000 هست تا 2022 سه، خب ممکنه تو طول زمان تکنولوژی فرق کنه، داروام و هر چیزی. این میاد اینو نشون میده. الان شانسی خیلی جالب شد، نگاه کن میاد 20 اینا رو بر حسب زمان. ای بابا این چیزش خوب، وایسا این نیستشونی که میگن کومولیتیو آنالیز، نمیدونم چیه، ولی این آنالیز زمان رو میخوام بهت نشون بدم، خیلی اونم بهت اینفورمیشن میده. خب باید وایس ببینم از کجا باید پیدا کنم. رزولوشن کامپیوتیشنال آپشن ویو متاآنالیز متاآنالیز استاتیستیک فرمت. اینجا میتونی مثلا خیلی چیزاتو عوض کنی. خیلی CMS ساده ولی واقعا نرم افزار جالبیه. اسکیل میتونی بکنی متاتو مثلا به این طرف اون طرف. نه اینا نیستش، ولی نکست تیبل رو بزنم. اینجا نیست. آها این که متا رگرشنت، این پابلیکیشن بایاست، اینو نشون بدم تا بعدا اینو بیارم. اینم آنالیز پابلیکیشن بایاست دیگه. اوکی من یه سوال بپرسم. این از این بالا میای جانم. ببین الان این فانپلات اونجا هم نشون دادی، توی رف منم نشون دادی. خب درستش تسته، درستش اینه که تست پابلیکیشن بایاس رو بکنی. یه آنالیز تستی داره، این آنالیز اش میشه، همینم ازت قبول میکنم، ولی درست ترین کارت، اصلا درست ترین برنامه برای متاآنالیز استاتاست. اگه بلدی که میتونی اصلا موو کنی رو اون، ولی خیلی وقت شاید بگیره. CMA نگاه کن چقدر سریع من انقدر آنالیز کردم. من اون چیزه رو پیدا نمی کنم. یه آنالیز زمانی داره به هر حال، یعنی مطمئنم که داره، مثل بقیه چیزایی که الان پیدا نمی کنم. اینجوریه که میاد بر حسب زمان سورت میکنه. فهمیدی؟ یعنی مثلا میگه تا 2019 این بوده نتایج، میاد تا مطالعه اول تو میذاره، بعد مطالعه دوم تو میذاره. همین کومولیتیو دیگه. آره همینجوری اضافه میکنه. همون کومولیتیو ولی بر حسب زمانه. آره گرفت. باز شو دستا رو میبریم بالا و
خب پس متا آنالیز اصلی رو گفتم، هتروژنسیتی رو تو CMA گفتم، مطالعه وارد کردن رو گفتم، وان آرم رو گفتم، تو آرم هم شبیه همینه. یه کامپریزن بگم CMA تمومه برات، یعنی یه جای سرنخیه، بقیه میتونین خودتون اگه ویدیو رو میبینین بازی کنین یاد بگیرید. منم خدا شد اون پایین رو برمیزم. نگاه کن این دقیقاً کومولیتیو اگه سورت بشه بر حسب تایم پوینت دقیقاً میشه اون آنالیزی که من میگم. select by time on align نه. اوکی اینجا میتونی سورت کنی. use the first time point based on the sequence. خب نه دیگه اینو اگه بزنین احتمالا میاد 20 20 و 22 رو یکی میکنه دیگه. این فقط میاد بر حسب سال میزنه ولی این سورتش غلطه. این دقیقاً آنالیز کومولتیوه، دارن درست انجام میدن، فقط این سورتش رو باید دستی کنین. ولی دفعه قبلی که کردم دستی نبود، حالا نمیدونم چه جوری الان دستیه. حالا 20 20 و بابا درسته دیگه 20 19 20 20. خب چرا کار نمیکنه؟ نمیدونم چرا این 20 20 بالاتره، ولی دفعه قبلی که کردم نبود. هیچ ایده خاصی ندارم واقعیت. این بر حسب زمانش میشه یه آنالیزی به نام آنالیز اسمش چیه؟ تایم. این که میگه بر حسب زمان، مثلا این مطالعه اول تو سال 2020 چاپ شده اینجا بوده، بعد دومی، بعد این هی میاد رو هم میذاره. انگار مثلا اگر تو این مطالعه رو سال 2020 انجام میدادی نتیجه چی بود، اگه 2021 انجام میدادی چی بود. دیگه اینجا میخوام بکشمتون، میخوام بهش مثلا یه چیزی اضافه کنم، مثلا مثل مودریتور، یه کالم فور این ساب گروپ ویتن استادیزه. یعنی برای هر مقاله میای مثلا میل و فیمیل جدا، اگر مطالعه هاتون جدا گزارش کردن ایونت ها رو، شما هم میتونید بیان اینجا ساب گروپ ویتن استادیز بذارین، اینجا بگین ASF مثلا ای بار من کپیس نباید کنم، هیچ کاری نداره، آرامش خودم از دست نمیدم. دفعه قبلی که کل ویدیو 1 ساعتش صدا نداشت، این که در مقابل اون چیزی نیست. من همیشه هم دشواری دارم رو این نگاه خود اینو بدم میفهمی که چرا بعضی ها اصلا کلن شغلشون تو خارج متاه. یه چیزی که هست اصلا ایمپورت کنم انقدر دشواری نکشم. خدا رو شکر این خدا رو شکر اصلا یه ساب گروپ چی شد اینجوریه تو نیکی میکنه در دجله حیاس ساب گروپ ویتن استادیز داشت این مطالعه خودش. برحال خدا شکر توی اینا میاد مثلا بر حسب شکلی انجام میده. بعد میتونی بیای اینجا و مودریتور رو دیفاین کنی. خب اینجا نمیشه. نگاه کن من یه سری کارا رو میکنم بعد نمیدونم چجوری کردم، بعد یکم طول میکشه که یادم بیاد چجوری کردم. خب چرا کار نمیکنه ساب گروپ ویتن؟ خب بذار اینو عوض کنم که بشه مودریتور. من نمیدونم این چرا کار نمیکنه. این ساب گروپ ویتن استادیزی که اول این فیلمم درباره رومن گفتم تو اینجا هم هستش، نمیدونم چرا کار نمیکنه، خودتون میتونید بعداً بفهمید. الان دیگه چیزه این آنالیز مودریتوره، چیز خیلی باحالیه، خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی واقعا من یه بار خواستم اد کنم دیگه، مثلا اینجوری بود که ما همیشه هولیم برای مقاله و کلا نکردیم. این میتونه بیاد به تو بگه که ایمپکت ایج، مثلا ایمپکت حالا یه سری چیزای مثلا ایج، حالا دیگه چی یادم بیاد، یه سری چیزایی که مثلا داری یه مطالعه رو سروایوال سرطان میکنی، مثلا بیای ببینی کوموربیدیتیاش چقدره. فهمیدم یه مطالعه خوب. فکر کن میخوای اثر سرجری رو ببینی. خب یه بحثی داریم ما مثلا سرجری A ورسس سرجری B، یه بحثی داریم ما نمیدونم ASA کلاسه، نمیدونم چی کلاسه، که به مریض قبل جراحی از 1 تا 4 میگه چقدر مریض شدتش بده.
مریض استیج پر آب، مریضی که قبل جراحی استیج 4 اگه بمیره قطعاً باید ایمپکت کمتری بگیره تا مثلا مریضی که استیج 1. خب این یه آنالیز مودریتور سگه، دقیقاً آنالیز مودریتوره این. خب و اینجوریه که میای شما حالا توی این مطالعه من الان چه معنی مودریتور رو میذارم، مودریتور انتخاب میکنم، اسمش هم میذارم مثلا کپسول تایپ. امیدوارم توی یک آرمه هم جواب بده، چون این چیزی که دارین الان میبینین یه آرمه. میذارم کاتگوریکال اینتیجر یعنی عددی، دسیمال یعنی با ممیز. اگه سن بود میذاشتم اینتیجر، اوریج سن رو میذاشتم، بعد میتونستم اصلا این کارم میکنم. ببین کاتگوریکال میذارم، اوکی میذارم، خدایا نیاد بیرون. دست ها رو میبرین بالا. CMA من وقتی کپی پیست کنی میپره بیرون، تو زمان دیگر نمیتونم. آها یه دونه اوکی این الان مشکلش اینه که این چند تا مقاله است. این آنالیز ساب گروپ بوده، من این اسما رو الکی عوض میکنم این مشکل رو حل کنم. یعنی انگار اینا مطالعه های مختلفی هن دیگه. اوکی چون ساب گروپ نیستی که مثلا این مطالعه کپسول تایپش این بوده، این مطالعه این بوده، این مطالعه این بوده، این مطالعه مثل کاری که تو داری میکنی تقریبا میشه. این مطالعه این بوده، این مطالعه این بوده. خب حالا باید پیدا کنم که کجاست. این که متا کردین 6 تا مقاله رو با هم دیگه متا آنالیز انجام داد. خب من حالا باید پیدا کنم که اون چیزی که میخوام کجاست. مودریتور رو میذارم رو کپسول تایپ، کپسول کم و پیل کم. خب الان تغییر کرد افکت سایزم. چرا؟ خاطر اینکه من بهش گفتم یک متغیری من داشتم به نام نوع کپسولی که استفاده شده و میخوام ایونت هم هر چیزی که هست بر حسب این مودریتور خب بیاد ریوایز بشه. مثلا بر حسب اگه پیدا کردی بعدن که سن ارتباط داره با اینا، بعدش میتونی بیای مثلا پیدک و پینتت متفاوت بود پی ولیوش، میتونی بیا اینجا اینو ادجاست کنی و دیگه این حرف ادجاست شده برای کل سرطان پانکراسه، یا تو این آنالیز این حرف برای 2 تایپ کپسوله، این میاد ادجاست میکنه. حالا بذار بریم یه چیز باحال‌ترم بهت نشون بدم. افکت میجر نه کامپیر گروپس. اون کامپریزنی که قبلا پیدا نمی‌کردم گفتم 2 گروه داره اینجا بود. دوست خوب اسکولت هستن. این کامپیر گروپ بای داره، گروپ بای کپسول تایپ میتونی بزنی. also run analyze یادم هست فقط میانی که آنالیز رو برای جفتشون اجرا کن و compare effect at different level of capsule type، یعنی افکت رو برای هر کدوم هم جدا آنالیز کن. تادا این شکلی شد. اومد کپس و کم جدا، پیل کم جدا. این هم همیشه میکسد افکت آنالیز رو باید نگاه کنیم. این متای کپسولته، این متای پیل کمته، این توتال بیتوین هتروژنسیتی بین کپس و کم و پیل کمه. میبینی؟ یعنی بین کپس و کم و پیل کم تفاوتی در این مطالعه وجود ندارد. اوکی؟ اوورالت هم متا آنالیز ادجاست شدته. اینو فهمیدی؟ بالایی چیزی الان بهت میگم. این چیه؟ توی این آنالیز اگر میشد توی کپس و کمو میتونی هم استفاده کنی. این توتال بیتوین آنالیز. خب این هتروژنسیتی بین مطالعه هاست اگر آنالیز بیتوین استادیزه. الان بیتوین استادیزه چون من 6 تا مطالعه جدا دارم. اگه مطالعات یکی بود برای هر مطالعه یه دونه میل و فیمیل، یا مثلا فکر کن هر مطالعه مثل حالت اولش پیل کم کپس و کم رو جدا گزارش کرده بود، اون وقت باید اینجا توتال ویتن رو نگاه میکردم. هتروژنسیتی بین چیزا وقتی که فیکس افکت داریم و اینم از این
توی کپس و کم و پیل کم جدا رو میتونی خودت جدا مثلا کپس و کم متا کنی، ولی متاش اینجاست، این که هتروژنسیتی درون اینا چقدره نمیدونم از اینا میشه استفاده کرد یا نه، نمیدونم از از اون هتروژنسیتی. پایینی ها پس باید استفاده کنیم آره کلا. فیکس افکته، چون آنالیزت فیکس افکت نیستش، دلیلش اینه. و این هم از این. خب خدا رو شکر همه چی پیدا شد در این لحظه. هم آنالیز مودریتور رو دیدی، هم کامپیرد بایو دیدی. یه بار دیگه یادآوری کنم این کپسول تایپ رو من الان اگه به جای مودریتور بکنم ساب گروپ کامپریزن یعنی ساب گروپ بیتوین استادیز. ساب گروپ بیتوین استادیز یعنی هر مطالعه چند تا قبول میکنه، ولی الان اگه من برای هر مطالعه 2 تا چیز بزنم ارور میده. خب این کامپریزن الان بیتوین استادیز فکر کنین. اوکی ران آنالیز رو میزنم، ارور نداد به خاطر اینکه ستونم تکراری نبود. میام دوباره نکست تیبل نیاز نبود بیام نکست تیبل، گروپ بای میزنم، گروپ بای این کامپریزن این دوتا رو میزنم. تادا. ولی خب الان اینم تیبلتونه بچه ها. اینم ببین این دقیقا این مدل فیکس من مدل رندوم بود، رندوم میذارم. این میشه شکلتون، اینجا های رزولوشن میزنین باش بازی میکنین. میتونین بعدا ببرین ایلاستریتور کامل، من همیشه میبرم ایلاستریتور کامل میکنم. این برای کپس و کمامه، این برای پیل کمامه. این پیل کم اوورال، کپس و کم اوورال همشون با هم. اثر پیل کم یعنی هتروژنیسیتی بین کپس و کم و پیل کم نداریم. این همین. بریم دیگه ببینیم چی داره. پابلیکیشن بایاس هم یه چیز دیگه هم داره، الان اونم بهت میگم که دیگه چی برای اینکه حجت رو برتا تمام کنم. نگاه کن وقتی میخوای این های رزولوشن چیزتو سیف کنی، فرمت سیوت هم باید جوری سیف کنی که بعدم بخونه. من فکر کنم WMF رو میخوند. بعد یه چی بگم قبل رفتم به یه آخرین چیز رو نشون دادم و کشتنتون. یه چیزی من یه بار تو این انجام دادم که اونو از همه اینا بیشتر دوست داشتم که الان پیدا نمی کنم. خدایا پیدا نمی کنم. اگه اونو پیدا کنم میمیریم با هم. اینقدر قشنگه اون. هر کسی که تونست یک شکلی با این پیدا کنه میاد. فهمیدم چرا پیدا نمی کنم. آره فهمیدم چرا پیدا نمی کنم. اوکی که فهمیدم، به خاطر اینکه این ایونت. میخوای بری؟ نه میخوای بری برو، من این فیلم من کامل نه اصلا. من اصلا کلی سوالم داشتم. چی برو؟ وقتت گرفته نشه. نه من این کاری بود که یک روزی با هم میکردم و قولم دادم مثلا به امیر حسین و غزاله و امیر رضا که میدونم قول دادم. خب این CMA و رفمن بسیار شلخته، ولی خب آدم. خب این کدوم بود؟ این درست دوباره بیاریم. ساب گروپ ویتن استادیز هم بهتون نشون بدم. خب این نبود. گرفتاری داریم. نه باش همیشه تو پیدا کردنه. اوکی. ای بابا این هم نیستش. خب متا آنالیز کانورس کرد. به هر حال اگر اینو بکنین ویتن ساب گروپ ویتن استادیز، همون چیزی که اولش بود که دیگه الان پیدا نمی‌کنم.
اینو زدم من باز یادم نیست یا اینو زدم. آها دیگه ساب گروپ اینا. خب میام اینو میکنم کالم پراپرتی ساب گروپ V10 استادیزه، یعنی هر مقاله این سری 2 تا داره، یعنی کپسول کم جدا پیل کم جدا گزارش کرده. مثلا ایلیا اگه اینو میبینی این مقاله تو نیست، مقاله تو هر کدومشون یه دونه گزارش کرده. حالا من اینو صرفا الکی بر خودم درست کردم. ران آنالیزو میزنم و بعد میام حالا تو این سری وقتی میخوام نگاه کنم به دیتام باید این سری ردیف توتال بیتن رو نگاه کنم. اینم از این. یک آنالیز دیگه ای داره به نام آنالیز متا رگرشنی، اینم بهتون نشون بدم. خب این دیگه آنالیز مودریتور سگه و ویژوالایز میکنه این افکت رو خیلی خوب. من تا حالا ندیدم هیچ مقاله همچین چیزی کشیده باشه و اینکه من این ساب گروپ رو تبدیل میکنم به مودریتور به خاطر اینکه وقتی میخوای اثر یه مودریتور ببینی میتونی ببینی. اوکی خب اسم اینا هم باید عوض کنم که این ارور نده، چون وقتی میتونین دو بار یه مطالعه رو بزنیم که این ستونتون ساب گروپ بیتن استادیز باشه. ران آنالیز میزنم، این با عدد با داده های عددی مثل سن خیلی بهتر جواب میده. ولی اینه حاجی اینجا میتونی چندین مودریتور رو دیفاین کنی بعد افکتاشون رو ببینی. در حقیقت یک صفحه مدلینگه. اوکی اینجا همه اینا رو نوشته که چجوری باید استپ با استپ برید. واسه همین من قرار نیست وقتم اینجا بزنم، چون من خودم از روی این یاد گرفتم. همه چی رو اینجا نوشته، یعنی وقتی میاین روش همه اینا رو میگه. حالا من کاری با این ندارم. من میخوام add to main screen intercept. کسایی که رگرشن کار کرده باشن میدونن مدل بدون مودریتور مونه دیگه. حالا من میام این مدل رو تیک میزنم، اینو اینجوری میکنم و شو کوورییت. اینجا باید چیکار میکردم؟ کلیر مدل، اینسرت مدل. یه مدل اینترسپت رو میخوام ببینم، یه مدل اصل پیلکم میتونم حتی ایج هم بهش اضافه کنم. خب حالا من نکردم، این کاش میکردم. و بعد خدایا آن لینک کوورییت نه، لینک هال کوورییت نه. چیکار کنیم؟ ران رگرشن بالا ساگه. کجاست کجا؟ آها ران رگرشن بالا. آره ببخشید مرسی. و اینکه این برای هر کدوم از این مدلاتون میاد یک مدلی برای تعریف این سناریوها بهتون میده. خیلی چیز باحالیه، خودتون بریم باهاش بازی کنی. و این هم ایونت ریتمون با کانفیدنس اینترواله و هر مطالعه یک دایره است که بسته به ویتش اینجا چیز شده. شما من یه چیز دیگه بگم که دیگه آخر عمرم روی نخوام حرف بزنم. یادتون باشه خفنی شما الان اول کارین، حتما دبل چک کنین کاراتونو. توی متا آنالیز خیلی رفرنسات، بهترین رفرنس کاکرینه ولی یک کم متاتون پیچیده شه هیچ رفرنس خاصی روش نیست، تجربه منه. یه چیز دیگه اینه که شما تمام داستان متا آنالیزتون بعدن که حرفه‌ای شدین، اول از اینکه حرفه‌ای که شدین باید با استاتا متا کنین، ولی هر کسی که حرفه‌ای هم میشه با این متا میکنه. داستان وزندهیه. این دوباره رنگ و ایناش هم میشه آنالیز کرد، عوض کرد. این داستان وزندهی توی اینا خیلی مهمه و شما بعضی وقتا میتونین خودتون وزن بدین. یعنی یک روزی اگه آدم خیلی خفنی شدین، اینم باز فیکس افکت و رندوم افکت داره، اینو ببندی. این از اینجا میتونین بیاین اون یکی هم داشتش. این ویت دادن خیلی چیز مهمیه و من فکر کنم جایی باشه که شما بتونین خودتون تو این ویت بدین
ولی همه داستان کلا ما درباره اینه که هر مطالعه افکتش چقدر ویت بگیره توی این، یعنی وزن این چقدره. الان چجوری این اومده وزن داده؟ برگردیم به دیتا انتری. از رو دو چیز الان وزن میده. یکی سمپل سایزه، هرچی سمپل سایز بزرگتر افکت سایز بیشتر. شما الان نگاه کنین این مطالعه دوم من که افکت چیزش کمتر بود، این چارتا اول مثلا 50-60 نفر بودن، اینا 25 نفر. افکت سایز جانم باشه ممنون. این افکت سایز بیشتری میگیره، کمتری میگیره، چون وقتی تعداد مطالعه بیشتره قطعا باید افکت بیشتری بگیره. دومیش اینه که چقدر یافته اون مطالعه کانفیدنس اینتروالش کوچیک‌تر. این الان یک آنالیز یک آرمه، خیلی معنی نداره توش، ولی وقتی شما مثلا برای هازارد ریشیو مجبوری کانفیدنس اینتروال هم بدی به مدل، هرچی کانفیدنس اینتروال پایین کوچیک‌تر یعنی یافته مقاله مطمئن‌تر، وزنی که میگیره بیشتر. من فقط اینو بگم که توی این برای متاانالیز توی من فقط یک دونه عضو میخوام وقت دارم میگیرم، فقط اینو بهش فقط سوالاتو جواب بدم. خیلی یاد میگیرم واقعا با دست نکنه، من کلی یاد گرفتم. اگه دایگنوستیک تست اکورسی فقط ما این نرم افزار میتونیم بکنیم، سی ام ای نمیتونه این کارو بکنه. اگه اینترونشن تایپ های دیگه این اینترونشن میزنیم. بعد در عوضش رومن نمیتونه آنالیز تگ گروهه کنه تا الان. شما اگه یاد گرفتین کامنت بذارین زیر این که چه جوریه، من قطعا باید بتونه. اینجا میاین این یه نرم افزاری برای 0 تا 100 سیستماتیکه، خب فقط برای متا نیست، ولی ما داریم فقط برای متاشو کار میکنیم. پروتکل نیش. خب شما از اینجا میتونین ابسترکت هر چیزی که فکر کنین و اینجا میتونین بنویسین. خب که ما الان نمیخوایم این کار کنیم. میاین تو استادیز، تو آنالیز، یه آنالیز میذاریم، مثلا کامپریزنتون مثلا کپس و کم ورسز پیل کم، یا مثلا اینسیدنتال ورسز نان اینسیدنتال، یا اینسیدنتال، هر اسمی که دوست داریم. بعد اگر بخوایم بعدش دوباره یه کامپریزن دیگه اضافه کنین اینا رو میزنین. الان مهم نیست، ناتینگ رو میزنین. میاد اینجا یادتون باشه این بیلبیلک ها رو باید بزنین باز شه. باز که شد اد آوتکام میزنین. قبلش هم ببخشید میایین تو استادیز، استادیاتون رو اد میکنین. اینکلودد استادیز، استادی اولتون، بعد تاریخش. حالا برای من اینجا مهم نیست، من صرفا میخوام دوتا بزنم. اینم یه دو تا استادی اد کردم صرفا. بعد میام دوباره اینجا میزنم اد آوتکام. حالا تو آوتکامتون اگه 0 و 1 یا به قول من ایونت پر ایونتیه این، اگه کانتینیوس این، اگه واریانس و چیزای دیگه است اینو میتونین بذارین. جنریک اینورس واریانس، اینا فکر کنم افکت سایز دیگه، این میشه هازارد ریشیو، آز ریشیو، اینا فکر کنم. بعد حالا برام من مثلا اینجا چه میدونم کانتینیوس رو میزنم. بعد حالا نیم میذارم، گروه ها رو اسم میذارم، مدلم رو انتخاب میکنم، این که چه آنالیز چه چیزی رو میخوام، مین دیفرنس میخوام یا استانداردایز مین دیفرنس. برای مینا باید استانداردایز مین دیفرنس بذارین. مدل همیشه رندومه. اینا رو هم که میزنین هرچی هست. نه بیت سورت با یر آف استادی بذارین، همیشه به خوشگل‌تر از همشه. اینا بعداً میتونین اگه مثلا پرسنت یا مثلا میجر، مثلا سانتی متر، مثلا چه میدونم میلی متر، هر چیزی که هست ادیت نیو آوتکام. حالا فینیش. بعد که تموم کنید اینجا براتون این میاد. اینجا شروع میکنین وارد کردن. ببخشید راست کلیک دوباره میکنین اد استادی. چرا نشد؟ نداری اصلا استادی. خوب نه چرا دارم. اینا هاش ببخشید اینجا دوباره این هر وقت به نجنسی بیلک ها رو باز کنید. اد استادی دیتا، اینجا جفت اینا رو انتخاب میکنیم، فینیش میزنین. اینجا میان مین، استی و تعداد آدم ها رو میزنین. من حالا یه چیزی بزنم 3 استاندارد 1 این 4 استاندارد 2 توتال. این توتال رو چرا میخواد توتال آدم ها رو؟ برای اینکه بهش ویت بده دیگه. این هم مثلا 2 3
1 هم نحوه آنالیزه. روی این بزنید فانل پلات میکشه برای پابلیکیشن باش. روی این بزنید بسیار زیبا. الان براتون متا نکرده به خاطر اینکه استادیاتون کمه. بعد این پراپرتیز میتونین چیزاتون رو عوض کنید که قبلا گفتم دیگه. SMD استانداردایز، این همیشه باید استانداردایز مین دیفرنس گزارش کنید. مدلتون هم اینجا عوض کنید، همیشه رندوم افکت باشه. این پایین هم میتونین فوت نوت بذارین اگه بچه خوب باشین، چون بعضی وقتا میشه بعضی وقتا نمیشه. اینا رو میتونین باهاش بازی کنین که خوشگل‌تر شه مقالتون، شکلتون. دیگه چی؟ این میشه متا آنالیز در رومن، در CMA. هرچی بلد بودم و نبودم. ساب گروپ هم که اول این ویدیو نگفتم میتونین ساب گروپ متا آنالیز کنین. میان اینجا میخوای چیزو بگی؟ ببخشید مال چیز فرق داره؟ فیکس افکت، رندوم افکت رو رندوم افکت همیشه بذارین؟ آره، هر جا که تونستین کلا رندوم افکت بذارین. من این چیزا رو پیدا نمی‌کنم. اد آوتکام. حالا یه آوتکام مثلا داریم اینجا. ساب گروپ هم اینجا میتونین دیفاین کنین. مثلا یه ساب گروهتون مثلا سرطان پانکراس نوع پیدک مثلا. من صرفا دارم میرم جلو. خودتون کسی که بخواد کار کنه اصولا خودش اینا رو یاد میگیره. در همین حدم من بلد نبود. من خودم همینجوری رفتم بازی کردم، یاد گرفتم. بعد میاین اینجا، بعد اد استادی دیتا میزنی. برای مثلا فکر کنین این مطالعه‌مون برای پیدک، این مطالعه دوم برای پینته. اگر یه مطالعه دوتا داشته باشه اینجا میتونین بزنین. پس دقیقا این خیلی این قشنگ میکشه دیگه. حالا شما اگه تعدادش رو درست کنین میبینین خودتون تعدادشون زیاد باشه. 3 6 چیزی که میکشه بسیار زیباست. اینجوریه که برای ساب گروپ اول، برای ساب گروپ دوم توتال تست فور ساب گروپ دیفرنس. خوبی اینه که تو تست فور اوورال افکت هتروجنیسیتی تام شده. بسیار موفق باشین. اینم شد 1 ساعت. به ویدیو قبلی 1 ساعت فقط CMA گفتم، اینطوری 1 ساعت هم اینترپریتیشن هم CMA هم رومن.